من دامون 15 سال باز همه روزه به میدان سازندگی های کشور به راغون آوازدار فرامده حتما از خود میپرسم که سبب چی باشد که استقلال کامل دولت ملی پیش آمد، آزادی اصلی دست داد و تاجیک به کوی غربت افتاد. نجات ملت ما در همین شاهنامه ifade شده است. بعد 1000 سال موافق آرزوی پروازی ایجاد حکیم بزرگ همه دور زمانهای ملت، اعمار کاخ نو آغاز یافت. نو میخیزد زراغانش مدام. بله، اینجا آب آتش می شود از قدرت مردان کار. آتش از آب خیزد، نور کوهستان شود. نو چطوری که در علم تعریفی بشریت اثبات شده است، کشف فارس است و چطوری که فیلسوف مشهور جهانی، یکی از فیلسوفان اعتراف شده فرانسه، گگل اعتراف میکند این نور به خیرت میپیوندد و اثبات آن شاهنامه است که با زبان ما 1000 سال باز در عالم تنتنه دارد و نه تنها در ادبیات ما بلکه در ادبیات جهان نظیر پیدا نکرد و این باعث افتخار ماست که بعد 1000 سال موافق آرزوی پروازی ایجاد حکیم بزرگ همه دور زمانهای ملت، اعمار کاخ نو آغاز یافت. بیایید شاهنامه خوانی کنیم، بروی جهان قهرمانی کنیم. عزیزان به شاهنامه رو آوریم و زو رایگان دوری معنی بریم. ز شاهنامه جوییم تدبیر و رای، بسازیم او را به خود رهنمای. ز شاهنامه یابیم راهی درست، که پندی جهان جمله در مغز اوست. بیاریم اگر حکمتش را به دست، خداگاه گردیم میهن پرست. با مؤلف این پاره شاعر موفق زمان نوری‌الدین امیری در پایه مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر دوشنبه واخوردیم و از او پرسیدیم که چرا محض شاهنامه؟ برکت، این یک سوال است که بسیار هم یک پاسخ، یک جوابی بسیار جدی تقاضا میکند و این وظیفه ما است که به همین سوال یک جوابی دقیق و عمیق و صحیح پیدا کنیم. برای چی محض امروز ملت ما به شاهنامه احتیاج دارد؟ برای چی محض به شاهنامه رو آوردن ما چه ضرورتی پیدا شده است؟ من چنین عقیده دارم که شاهنامه این روحی ملت ماست.
فرهنگ خیرت هستی ملتی ما است که چندین هزار سال تاریخی وی فرهنگی وی تمدنی باستانه ما را در خود وی جمع کرده است، در خود تجسم کرده است. یعنی که و به طور دیگر اگر که من فکر خودم را بیان سازم و این نجات دهنده ملت است، نجات ملت ما در همین شاهنامه افاده شده است. برای همین هم امروز محض به شاهنامه آوردن، رو به شاهنامه آوردن تقاضای زمان است که در این دنیای پرتلاطم برخورد تمدن ها جهانی شوی همین ضرورت برای ما پیش آورده است که ما محض شاهنامه رو بیاریم که تا اینکه هویت ملی خود را از دست ندهیم. تو دانی که معنی شاهنامه چیست؟ سراپا دلیری و مردانگی است. همه حکمتش مهر میهم بود، وطن مثل جان است بر تن بود. یکی پرسش آورده از عهد شام، زبان گم چرا کردی ای نیک نام؟ زبان تو در اصل بودی دیگر، زیادش چرا بودی ای خیره سر؟ جوابش چنین داد آن هوشمند، سخن باشد در دهان همچو قند. اگر داشتی مردمی مصر و شام، بزرگ چو فردوسی نیک نام. هر آیینه ایمن زبان داشتی، مسئولیت در جهان داشتی. که فردوسی و نیز شاهنامه اش، سخن گفتن و گردشی خامه اش. به لفظی دری داد عمری ابد، پیامبر اگر خوانیش می سزد. بدانیم اگر قدر شاهنامه را، گرامی کنیم ار شهی نامه را. بسازیم اعمال خود را درست، گذاریم اقدام به باک چوست. به کاری وطن سازی رو آوریم، به عزم نکو گوی سبقت بریم. شود شاهنامه به ما رهنما، نپوییم هرگز به راه خطا. نهیم ار قدم در راه راستی، نبینیم ما کمی و کاستی. گذاریم اگر ما قدم ها درست، شویم ار به تدبیر و چالاک چست. بیابیم پیروزی اندر جهان، سرافراز گردیم نزد مهان. امیری بکرد این سخنها بیان، به دوران شاه عالی نشان. بماند از او این سخن یادگار، خطای اگر رفت معذور دار. مثلا در یک گفته است که چنین گفت دانای آزاد مرد که آزاده را کاهلی بنده کرد. همین شاید این همی تنبلی و کاهلی بود که مردم ما از آموزش و پرورش دور شد. بله. نه ما مطلقا گفتن نمیتونیم که ما آموزش و پرورش ما تماما نیست. وجود دارد. بهترین جوان ها هستن که امروز رو به دانش میارن، رو به تمدن میارن، رو به علم و رو به معرفت میارن. ما این باید که اقرار کنیم و این چیز رو دانسته هم باشیم. لیکن در مجموع شاید که کم
ناخوانترین ملت ما باشد که همین پایه اساسیش تنبلی است، کاهلی است. یعنی حکیم خردمند گفته است که کاهلی انسان رو به غلامی میبرد، به بندگی میبرد. چون این گفت دانای آزادمرد که آزاده رو کاهلی بنده کرد. برای همین من گمان میکنم که امروز همه اون چیزی که آرمان ملت ماست در همین شاهنامه است و پیدا کنم میکنه، در شاهنامه پیدا کنم میکنه و اقدام سروری دولت، این اقدام بزرگ است که طوری که میگویند سخن پادشاه سخن است. آفرین. یعنی که امروز که سروری محترم و معظم ما این اقدام رو پیش گرفتند، ما باید که سراسر تمام ملت از پی جستجو و پیگیری شاهنامه باید باشیم. یعنی که ما اگر مبالغه نشود وقتی که سحر از خواب بیدار میشیم باید که به دست شاهنامه بگیریم و پیش از آن که به بستر خواب ما میرویم پیش از خواب هم باید که شاهنامه در دست ما باشد و شاهنامه ما خیلی سرسری باید نگذاریم و هر یک کلمه و طوری که گفتیم و هر یک شاهبیتی و ما یک توجهی خاصه صمیمی، خاصه یک دانسته آگاهانه باید که ما مناسبت کنیم. حتمی از وقتی که سروری دولت سخن گفت سخن وی باید حتما قطعا اجرا شود. البته خاصه و دانسته و با مهر و محبت و با صداقت ما باید که این کار رو به انجام برسانیم. شاهنامه چون که آرمان های ملتی ماست در طول درازای تاریخ. شاهنامه این نه تنها یک فرهنگ و نور است، ضیا است، خرد است، دانش است، روشنی است، گرمی است، آبادی است. محض خداوند بزرگ و حکیم فردوسی چنین امکان معجزه آور را میسر گرداند که چنین اثر بیزوالی را و ایجاد کند و یگان ملت دنیا چنین اثر ندارد و شاهنامه افتخار ما باید باشد. شاهنامه اثری روی میزی ما باید باشد. چطوره که سوالی اول شما سوال رو آغاز کردید چرا محض شاهنامه؟ محض نگاه کنید که کتاب تاجیکان به هر خانه‌دار رسیده، امروز آموزشی وی دوام دارد و کار یک روزه و دو روزه نه، این کار دائمی است، بلا فاصله، یعنی بی فاصله است. و همین شاهنامه هم چرا محض شاهنامه؟ برای اینکه شاهنامه این نجات ملت است، نجات ملت. اگر با یک سخن کوتاه و اخچم بیان کنیم و این نجات ملت است. یعنی که تمام هویت ملی ما در همین شاهنامه گرد آورده شده است. بیا تا جهان را به بد دست بریم، با کوشش همه دست یکی بریم. یعنی که همین جهان، زمام جهان به دست آدم بد، شخصی بد سپاریدن هیچ این خودش خیانت است. الله که خیانت است. باید که آدمای خردمند مثل رهبر معظم ما باید که دولت ها اداره کنند که ملت سرجم کنند، پیش برند، ملت موفق گردانند. سبب به کوچه های غریبی افتادن تاجیک چی باشد؟ چرا امروز ما بیچاره نال شده ایم؟ برای چی فرزندان ما محض به مهاجرت سیاه مهنتی می روند؟ شاید به مهاجرت رفتن ضرورت داشته باشد، حتی شرط هم باشد، ولی ما باید چون متخصص، چون یک شخصیتی برای این یا آن گوشه عالم ضروری باید به مهاجرت رویم. ما رو پیشواز گیرند، شرایط مهیا کنند تا اینکه مشکلی این یا آن گوشه عالم یا خلقیت و ملت ها رو حل و فصل کنیم.
نه چون مزدور، نه چون بیچاره کار افتاده که برای پیدا کردن یک پول سیاه تمام تأخیر و تعهدی رو میبرداریم. حال اون که امروز در خانه خود، در همین کشور خیش، در تاجیکستان امکان زندگی اصل در هر یک خانه، در هر یک محله، در هر یک ناحیه، در هر شهر و گوشه و کنار تاجیکستان امکان دارد، دست میدهد.